سلام به تمام شما هموطنان خوب و نازنینم. امیدوار هستم جور صحتمند و سرحال باشین و در هر گوشه جهان و دنیا که هستین. یک بار باز من غزال نظری در خدمت شما خوبان هستم. امروز کاملا یک برنامه متفاوت میخوایم به شما ثبت کنم با کمک امی پرده و در برنامه هیجان هم همراه ما است و میخواهیم که سر آیلین جان یک کامره مخفی داشته باشیم، ببینیم که صبر و حوصله‌اش چقدر است. تلفنم در پشت پرده میمونیم که هیچ اصلا فهمیده نمیشه در این قسمت. هیجان کی بدو موبایل آماده ای؟ خب دوستای عزیز، باش که ما کامera رو باید جور کنم، یک که زوم کنم که فهمیده شود. او مایکونه با چیپ کوز کنم چیوک رازی و کنه رازی زه خو وایم تصویرم دومره بس ده هم یو دکه. خب ما خپل کوشش کوم. ما کوشش خود کردم دوستای عزیز که چی میگن تلفن جور کنم، مگم نتونستم. هیجان رفت که جور کنه ببینه که هیچ آیلین جان نفهمه که ما امروز سرش کامره مخفی میگیریم. خب خب ببینیم دیگه دوستای عزیز که چی میشه. نه دیگه چوب باشین دوستا. ببینیم که ریاکشنش چی است، صبر و حوصله‌اش چقدر است، دل کلان داره یا دل نازک داره، چی میشه. برنامه قبلی رو شاید شما دیده باشین، همراه فاطمه جان که بسیار زیاد احساساتی شده بود، جدی شده بود. ببینیم که آیلین جان چی ریاکشن نشان میده. با ما باشید. ما یک قسم گشنام هستم دوستا که هیچ پرسان نکن و شام است دیگه، 6:30 شام است. گشنام شدیم فوق العاده. دلم شده که یک تخم پخته کنم بخورم. نگم گفتم باشه اول برنامه رو ثبت میکنیم، بعد از اون یگان چیزی میخوریم. آمدی؟ سلام داری ولی را وستلا چرا را چرا رو میگرفتی؟ هیچ داری ولی را وستلا ده دی سر خبرونه نکوم نوری خبرونه نکی ورس دی سر نکوم نه ولی؟ آسی نغواړم حیا چې دې سره نور خبرونه وکم یا خبرې وکم ورسره. نه ما سره نږدې کینی کلرې کینی څه خبر نشته دا خو نه غواړم حیا دې سره نور خبرونه وکم. بس انسی کته ما سره خبرونه کوي کوم در سره کنه دې سره خبرونه نه کوم. هر چیز وقت او خنده نمیکنم امروز برنامه نه یک دفعه دیدی شده خدا خود خود فکر گپ چی است دیگه ما چیزی که دیگری واسه بخواه مثلا پیگن چیزی میگیری دیگه من نمیفهمیدم که قسم یک چیزی هستی مثلا پیشوری من قسم پس پیش دیگه قسم من کامرای تویش بدی نکرده بودم نه خطر سپار لرزی با خدا چی میگه سپار سکی تو ما ولر شو التا خبرونه وکړو ځای مو هم آماده کو استودیو مو هم آماده کو چرا چی شده با خدا غزل ستون میلرزه چرا هم میگی نه دستت میلرزد. من کدام گناهی کردی خودت میفهمی که چرا کردی. به هیجان بازی از گپا رو گفته بودی لازم نبود دیگه پیش از این ما تو گفتی یگان تا از بسیار وقتی که دیگه ما را میشناسیم خدا چی مخامخ خبره حالا خب سرس که دیگه مش استودیو آماده کو کنه مویل چې تا ته می و مویل چې ځان ته ټپې پیدا کړ چې زه خبرونه وکم مخکې می درته وویل کنه چې د ټپو سیالي وکړو خو ته اوس چې ماته د وریځې جوړول څه دی وویل
وا ولی خاندې ته ونه ویله چې ما را نه بیخي ګپې زه حیران مانده ولې خو ټول تا هم اوس چې چیرې دې ورځې شوه. راته جوړوله تا ونه ویل چې نه غزل سره خپرونه ته مه کوه او زم نوره خپرونه ورسره نه کوم آه چې دختر بس دستی بیچاره خو راست میگم دروغ خو نه میگم نکنه دختر ای به خدا دوستی ما را خراب نکن. زما ورځې چې دې ټولولم دغه خبره دی ما اصلا با انت فکر نمیکردم که ایلین قسم یک دختر باشه با وجودی که من ترا مثل خوار سکه فکر میکردم همیشه پټ خبرې نه خوښېږي چې پس شا ببین هایا جان همیشه میفهمی من میفتم خانه خود نرم چه که ما باش مثل خوار بازی من عزت میدادم فکر میکردم مثل خوار کلان مگم ببین آخرش چی تو میری به حیا میگی که غزال چی میکنه به خاطر مطلب خود خوبی میکنه یعنی تو براستی در حقیقت غزال دختر خوب نیست که چیزی تو فکر میکنی از تو مقصد خود پوره میکنه باز میمانم تو طرف تو دختر دیگه پشتی ما چون تو اوس چې ورځې دې راته ولې دروغ ووایم ورځې چې دې راته ټولول دغسې خبرې دی وکړو زه مخامخ خبرې کوم زه پس شا خبرې نه کوم دختر دروغ نگو به خدا غزال دروغ نه ایلین جان دست پس که بیخست که بعد محمد اصلا نگه نمیخوایم که ما همیشه میفهمی ها ما همیشه میخوایم که از این دوستا از همه چیز دست بگیرم همیشه ما برک از خوبی کردیم پس داریم تو باور میکنی تو دوستی چند ساله ما تو باید نه خب ماندم یه ایران ماندیم نه که دوستی چند سال آخرش نمون تا یک چیزی حالا میتونه بگوید تو سر باور که غزال من گفت معلوم با تو معلوم نیست خیلی گنگسیم کردی نه هيا دي توي وينور ما سر خبري هيا بقوم ما جاب لازم ما نامي فانا ريت جاب زنم تستقص كاس بيش ما كي بخسرم بعد خوردي زه چا پسې اوله خبرې نه کوم چې څوک ما ته ووایي نه چې را دروغ وګیم خو زه چا پسې خبرې نه کوم چې څوک خبرې کوي نه هيا تو دختر نیست که دروغ بگویا ورته ووایي ولې پس شا خبرې کوي آفرین غزال میگه دختر نیست که دروغ بگه خیلی ما تو کدام دفعه دروغ گفتیم حتما نگاه خوری چری اصلی تفاهمیده شکر که ما چری اصلی تا ما میفهمی ایا ما کبرزی احترام داشتم مثل یک خوار کلان آخرم باز تو میگم این نفر خانه مرا پسم گپای میگی که مثلا غزال به خاطر مطلب خودم روی تو خوبی میکنه میگه تو کتیش برنامه نکن من کتیش برنامه نمیکنم که تنابو بانه بعد ببینیم که در تنایی چی میکنه می ماستی که سرمایه آباد است استغفرالله دروغ به خدا غزال دروغ میگه ما در 7 سال و 8 سال با تنهایی پیش رفتیم بعد از یام ما میتونم با تنهایی پیش ببرم به خدا باور که دروغ میگه بخیر کم شدیم نه ما باور دارم به خدا باور دارم مگم سر انسان ها دیگه باور ندارم بس نه مخامخ چې زه ورته اوس وایم څنګه باور نه رو برو نفر سال دپس در پشتر خود از گپ نزده به خدا میگه چی مثلا است میگه غم نمیخوانم از که جگر خون هستم خندیم میگیره تو با دیدگی که بازی باور میکنی خیلی که برات میگم چی تو بسیار یک انسان درویه بودی بعد دست سر مثلا من دست نزن که بخیسنم بعد خوردی بس از دیگه بعد از این خلاص دیگه نمیخوایم امرای تو برنامه پیش برم هیا اگر تو میخوای امرای برنامه پیش بری پیش بر اگر دیگه تو رم نمیخوایم بس است سر شما نمیخواستی که بجنگی نه چرا بجنگه تو بیم خود تو میگنی تو گفتی دیگه چقدر تو انسان درویه بودی یک نفر پیش ریش میگفتی که غزل من دیگه برنامه نمیکنم یا ما حالا چرا نکنی دلیلش چی؟ دلیلش شما خود دلیل گفتی به مقصد خود معرکت خود نگاه نه چی مقصد؟ استغفرالله معرکت خود ما تو رکتی خود به مقصد حالا با خدای دروغ میگه میزنم شکلی برات بینم سیکا او دختر میزنم دکسلی گفتم دیده سیشا نه چرا سلی بزنی خواهی سمت باور میکنم من میگم تو خیلی ما بخی فشارم پایان رفته نمیخوام هیچ حوصله‌ام ندارم یکی گوش نشدیم یکی گوش نشدیم یکی گپای مفت تر دیگه گوش نمیکنم بعد از این نمیخوایم اینجا ببینم رویتون ببینن در زندگی از ما کدام ختم چرا میکنی تو این رو برای دختر میگه بزای ما اوز می ویل چی دزمت دو پلیشی او زپکی داخل شو خدا زمین تو کف نمیشه که ما برو خود زمین تو کف شک ما ورسره می چې مخامخ کړی کزه دغه سي په غیبت باندې چا مخامخ اول ما خدا خوبی سرم دام مرا شو والله قزا خودم دلم میشه چرا تو بی شوی جان ما کارگری تا بس که دیگه نمیخوایم امرای تو رو برو شام گپ بزنم حالی میگه ما تو دا پشویش ما رو برو که معلومه این خو عیالی دختر چه بدی که خود رو میگه ولی دروغ وایو نه کې اوس د دروغ غیبت کوي بیا اوس کوشش کوي چې ما باندې وارم وکړي
نه حیا خبر اوره ګوره چې ما هر څه کړي نه چې ځان آماده کو خپرونې ته سمدستي موضوع موقع لټوله چې ځان ته شم او ځان ته خودش گفت که بیا برنامه جور میکنه من گفت صلاحیت نمیدادم جور خونه نمیامدم حالا خو نمیمده ایمی جای برنامه گرفتن است هلته هغه ځای کې مو کوټه هم جوړه کړه چې دلته سټوډیو جوړوو چرا باور میکنی حقیقت میگه راست میگه دیگه دا پیشویت گفته پس پشت خو نگفتم بیا چې زما ورېځې جوړوله سمدستي دومره موقع لټوله چې صبر دا و ځان ته شو ته چې سمدستي دختر دروغ نگو با خدا دروغ میگه سم خراب میشه غزل با گپ شو حالا ما بگه پسی باور میکنم یک دفعه دیگه هم در پشت سرم گپ زده بودی با باز دوستا را گفتم خاک انداختم گفتم برو خیره چیز نفرت نمی پشتگویی بدم میاد خودت از میادت من خبر داری چه خبر داشتم تو در پیشویی یک قسم بودی پس پشت از کسی بعدش میاد که مثل ما وری روبرو بکنه یعنی دوباره کس رو بروش و خیلی نشد چیزا خود افتخار میکنم من پس بینم میکنم پس گویی نمیکنم روبرو میگم چیزی در دل هستم دادن تو خب حالا چی میگم در روبرو شما نمیگه شما داخل میشوخته من دیگه اصلا نمیخوام هیا نمیخوایم که تو بعد از این برنامه بینم تو هم سوا گفتن باش باز تو هم مثل آیلین از پشتم گپ بزن که غزال به خاطر مطلب مقصد خود مرا نگاه کرده بود من چی شده دلم دارم ماما میره نمیفهم که من چون به من گفته یگان تو چی میتون شما که من به تو مطلب داشته باشم حالا خودم خمی خود میریم از ماما تا با خود که خود دبان ها که در روی صحنه نبودی نه پشت صحنه خود پیشت بودی ما میرم میگم پس میرفتی یک نفر بیگانه را میگفتی که غزال نه تو اومدی مستقیم به حیا گفتی حالا ما بازی گفت برآمدی من خوبی مسایکو اینقدر بازی دل بسوزان آیلین به دل بسوزان که دختر یه از فلانیز بستانی ایشه اوشه و آخرش هم تف درویم کردی تو میگی به مرد به کسی بیگانه میگفت یا با مرد بیگانه من چی سر دارم اون دختر بازی گفتیم بر پیسه ده اما ما راستیم که میگه اونمو تو برآمدی آیلین ما امید از این نداشتم که آیلین روزی بخواد پشت ما گپ بزنه یک نفرم میگه نگاه کردم آخرش ما راستین برآمد تو ما راستین بودی غزال به خدا خیلی انسان درنگه دوریه بودی نفرت دارم بعد از این از تو نمیشناسمت نمیشناسی من انسان غزال به خدا سر دلم درد نکو دختر وای هیا دیتا وای چی دی کوټې نه وځي های ایرا بوګاس خان اتاق برای دیگه من نمیخوام ریشه ببینم بخیلی اینجا ولی بگم باور میکنم اما دوستی خودم میشم بله من دیگه چی نمیشناسم خدا غزال مست اصلا امید نداشتم استاد سلام اون اراده لرل واده چې هر څه دی ګډ وډ او دختر ما نگیری ما چرا کنه باشم وا نوزم خنده میکنه حالا من چرا چیزا خراب کنم دخترم تو کن چیزا خراب کردی ما ساعت کردیم که میام ورته گرفتم نه خو اوس مونږ نه ویل چې هم د ټپو سیالي خپرونه کوو هم د گیم خپرونه کوو ولې ښایسته هم زموږ خپرونه دې خراب کوو اینامو گپ راست است نه اونمو گپ راست است که میگه هیچ وقت یک دوست به همراه دوست دیگه معرفی نکن اینمی بعد ما بار کردیم این بار باز بد کردم دیگه ما بعد از این نمیخوایم که گزنگی خود دوست نگاه کنم بس چی فکر میکردم چی برآمدی بسیار انسان درویه برآمدی آیا چقدر وقت میشه که میکردی جا آمدم از این خب من پیش بودم تو سر گپ باور کردی سر منی نه آمدنش برعکس خب پیش از او خب میشناختمش تو نگو پیش از او خب میشناختم از من پیش میشناخت یعنی نه سایکو خاله سایکو نشد تو لقب بگو نه نور ته دین دغه سی غیبت کړی نور جرأت نه وکړي چې تاسو ویلي ما ته نه یک دختر دیگه به ما گفته بود درباره خودت در اسلام آباد بود دیگه از دوستا بود نو هغه مخامخ نکړي سره ای نه یکی خو زنگ چی میکنی نه یک نفرش حالا میبرد که خودم با قفا میزنم تو دختر هیا بگو عالمی چی گفت خاله گفتی که پښتو زبه وایم چې د غزال چې دا ځو ته د خپل مقصد لپاره ساتو گناه ته نه خبرې کې نه دروغ نه وایم خو ته دغه خبره وکړه نو ولې چوپ شمه خبره چې
نه باید بگویم حقیقت نیست با خدا تو دروغ میگی ولی دروغ چرا میگویم. میگی دوست بعد از یکی دیگه تو جدا میکنی زه خو خپل بیلتون و غماز نه یم زه خپل مینه او محبت یم خو ته دغسې خبرې مه کوه چې په درمان مو بیلتون مسی بیلتون هم تو چی گفتی الان ما چه چی میگی با خدا یو دوست پسې د شاته خبرې مه کوه چې غواړې آها. خبرې ورته وکړي مخامخ ورته خبرې وکړه میامدی مستقیم به خودم میگم رفتی باید پیسه کدی بر پیش حیا حالی حیا فکر میکنه براستی غزالم تک شخصیت داره آیا براقت مینا مقبد است وګرځیده چې کیدای شي غزال چې د زمانه مې استفاده وکړي ما باندې خپرونې وکړي بله ورځ راته ووایي خیره چې با لاړه خدا می دروغ میگه باور که غزال می سرما دست میلا بتی دست میلا بتی پیش من نزدیک نبی حیا دیتا وی چی با کامری نلرش با خدا خیره بان دیگه هایلی دست میلا بتی چرا باور سرش میکنی ما چری اصلی تا شکر که شناختمت بس بان دیگه هیا دیتا وی چی لرش دیتا هستم دیگه نمیخوایم رو برو شوم بس از اگر چری تا خیره غزال شرم خوب چیز است یکمکی حالا تو اما کمان نکنی خانه شی ما یکم مرا بکشی از دلش خبرم انو خلاص دیگه نو خو باید لاړ شي ځکه تر اوسه که زه ومه ولاکه کور کې پاتې کېږم کور کې به تر اوسه ناست یې ورسره ناست یې لاس ما ټچ کوا دستم روی من نزن الا بتی دست میلا بتی نشین من دیگه دوستت نیستم از من دور شو یکمک بی چادر تر بی که سایه تل سر من اخته یک دفعه بسیار گل خوب آمست که نزدیکمون میشه غزال ما پسې دغسې خبرې وکړې دي ته ورته نه وایم ورته فقط وایم چې مننه راوړم ورڅخه یا دیگه حالا چرا از ما خودم از ما از دوستی از یالی صد برام بگرد ما خود نمیمانم نه من میمانم من دیگه تو نمیخوایم با دل خود هستی من بلاکت میکنم من دوستت نیستم خیره من دوستت نیستم خلاص تو با خدا جدی لگستی من جدی میگم برات جدی شوخی چی داره دختر تو خود این رقم کرد من هیچ وقت بر خود نکرده بودی به خاطر که این قسم گپا رو من نشینم رفتی به کس دیگه نی به حیا گفتی با مادر ما چند روز پیش گفته بودی که نه یه قسم است و قسم است فلانی بستانی حالا خاله خوب دیدگی میگه تو خاله صدا کن بخی حیا خیره می کارا کن با خدا باور کو دروغ اصل خاله من جلو ضرورت نه تو خاله را بانی را گپ شال کو باید پیش خاله برو نه مادرم به من گفت مادرم به من نمیگه گپای تو را گفت تو چی میکنی با مادر تا قرد چی میکنی مادر باز قانه مستونه میشه امی هر چی میکنی به خاطر مادرم آخر پیش باز مادر پیش خوش نمیشه تو چی با مادر میخواستم گپا رو گفتی تازه با خدا اگر گفته باشم من یک دفعه میخواست با مادرم هر چیزی میگی باز میری به حیا هر چیزی میگی از ما خود دوستی خود ماما تو جدا دست نزن سر من زندگی شخصی خودت حالا من چرا گپ مادر من تو کت میخوای دشمن کنی حیا رو میخوای تو کت من دشمن کنی دیگه چی میخوای از پیشو ما با کدام لحظه کلی که تو دشمن کنم خود دیگه نمیفهمو دیگه اخلاق خودت است تو باور میکنی باور کردم بس از دیگه گپ نزن کتم حالا خودت میفهمی که دمیجه که من از دم نه دوست دارم حالا گریان نکن چیزی که حقیقت است تحمل من کن میگم که برو دوری زوا بود تو چرا کت مامو تو کنی به خاطر که اخلاق صحیح کن بیشتر کس غیبت نکن زبان تا کمک دوا کن بیشتر کس بشینی غزال به تو چی بدی کرده غزال به تو کدام بدی کرده که تو میری بیشتر کسی میشینی غیبت ما میکنی چرا ما چرا بگم حالا این بدی کرده نکرده ما کدام بدی کردیم نکردی حالا این کرده باشه ما چرا بدو گم این رفتی به حیا گفتی این چرا حیا بازی آخر می‌کنی؟ رفت گپ به حیا کرد خوب نو کرد ولې غیبت وشي باید مخامخ وشي یاره خبرې ما وشي مخامخ وشي ما خدا نو ولې شاته خبرې وشي چرا گریه میکنی تحمل گپار نداری نزن پشت یک نفرم تو گپاره حالا نزار که گپ زده باشو خوب رسید ما گپ نزدیم چرا باور نمیکنی باور کردم سرگپای حیا سرگپای مادرم پیش مادرم رفتی که هرچی میکنی بازم از پیش خانه نمیشه فلانی میشه بستانی میشه حالا که زندگی شخصی خودت چی خب ما میرم میگم در زندگی شخصی من کدام دختر بد هستم که تو رفتی پیش حیا پیش مادرم حالا شکایت که کردی زندگی شخصی تو چی اونم مادرم ممکن من گپ نمیزنم به خاطر گپای تو دیگه نبی خانه مثلا نرگس بس است خدا دیگه نمیخوایم ببینم کل برنامه‌تون که در چینل است تمام شد دلت میکنم من رقصی برنامه رقصی یک چیزم نیستم خودت در قلم من که خودت قسم موسیقی من چی نه مشکلت من صفایش کن با پایت بلند شام دیگه نمیخوایم که بیایی پیش من برو روی تا گم کن دیگه بس نزد دست نزن نه، سرم نه. دست نزن که سایه سرم به خدا قهوه خودت میزنیم یا میرم میزنیم میرم بگو چه باش مکر میکری راست میگه مکر چشتوی
چې هم ملامتي او هم غزال خیر. داسې چې صبر نور را باندې باور زړه را باندې وخوږوي. یاره زړه را باندې ته خو مخوږه، ته خو خبرې ما کوه. نه چیز حالی چرا نقبت میگی بیچاره داره چی گفته؟ چی گفته دیا؟ چی گفتی؟ بیچاره‌ش. بیچارهش. نو خبرې دې ما ته وکړو. بخی از پیشم دور شو. بخی. یعنی بیچاره بعد چی گفته؟ یا آخر بیچاره شده غزال. بله. یاره خدا ما افسوس. بیچاره نیستم با خدا افسوس. هرچی من قدر شکر که دختر سر تو باور نکرد. گفتی خودت من قدر دوست داشتم نداشته باش. به خاطر مطلب دوستم داشتی نه؟ خدا تو صبر بدی یا پاک. آمده پیش ایام میگه که غزال به خاطر مطلب خودت میکنه. من به تو چی مطلب دختر دارم؟ ایمت به تو چی مطلب دارم؟ به خدا که من مطلب داشتم. چی هستی که من به تو مطلب داشته باشم؟ غزال هیچ در برنامه‌ام که میشینی اصلا نمیفهمی که چی بگویی. 4 5 میگی 5 6 میگی. باز میشه تجربه کاری ندارم که با تجربه کاری داشتم. خب باز چرا خب بالا میگیری؟ اومدی پیش آیا غیبت کردی؟ پیش مادر مفتی دست من غیبت کردی. که خب بالا نیستی چرا خدا غیبت میگیری دوباره؟ نه دیگه آیلین جان خیره دیگه نمیخوایم بود بعد باور و نباور خبر نده. حالا دختر تو خمیره میخواستی خودت میزنه. خیلی دور میکنی. چرا رسیلی میزنی؟ او دختر حق نداری دست بالا کنی سرک. این خمیره خواست. این خمیره میخواد. دست دور کن. دست سلیت پایان کن. که لغت بزنم تو اینجا پرتمت. یاره مرا از ما دور شو که دم چی میگم؟ سایت سر من رفتم مثل توری درنگا دوریا نشو. دور شو. آره ما چی درنگا دوریا کردیم؟ ما فاصله بگی دور شو. الا دور شو. خیره غزال بمی قسمه که لباس سیاه پوشیدی مثل قلب کام سیاه است. نه خوب است یگان گلای سفید است در قلب توی که اصلا نمانده اونم مکمل سیاه شده قلب. شاید همون یک چیز خوب بگیم اگر ما قسم تو چیزی میگی و قسم باور کن که هیچ نیست. هیچ نیست. بس که خونه حالی من کارگری نکو گریان نکو. برو با خدا غزال بیخیام دلم بیخیال کنم. تو ته چی نوایی؟ بگو نه یگان چیزی بگوش. یک تصویر بزنم که صدا خدا ولی میوه نو خبر بیخی بچه اسپیدی با خدا میتو سرم. خبر ریختیا ده باید ندی کولا. حالا دا ډیره زموږ په پښتنو کې دا ډیره بده خبره ده چې وایي چې ځه او ته ځان سره ساتلی یو د مقصد لپاره ساتلی یو دا ډیر بده خبره بد معنی لري چی لپاره می ساتلی؟ د مقصد لپاره یې ساتلی ده. یا خدا پاک زیدی ته څه مقصد لرم؟ ته په خبره دا پوهېږې که نه پوهېږې؟ وایي دا چې د خپل مقصد لپاره مونږ ساتلی یو چې نه، مونږ بشنه. مونږ نه ګټه اخلي ببین او بیا مو پرېږدي نه کوم یا مرا دیر از دوستی تا شما میفهمید نه گمش که غزال تو بیشی نالی چون میگریزی بیشی گمش که تو میفهمی حیات میفهمم بیشین تو بیشین گمش که غزال تو بیشین بیا حضور که خوب شد که برت آمد اگر نه چی میگیری الاش گمش که نه تو بیشین الا غزال په ژړا کړله کوری مخفی بالاخره تر دې حده پورې چې دا مو په ژړا کړله خبرونه به باسي که نو اوس مې ونه وایي ګوره چې کیمره مې له لاسه غورځېږي. خب در صرف یه کامره مخفی و این صرف یه کامره مخفی بود خواستیم ببینیم که گمش که بخیر دکتر مشکل کامری مخفی بود اوس مې ونه وایي با واقعا زه داسې ډارېدمه چې اوس به مې څه وایي نو خواږه لیدونکو هیله ده چې زموږ مخکې کیمره ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او تاسو هم باور ناخوند اخیستل فایلین ډېر وځورول دیر زیاد. نو څه سوال لرئ؟ خب دوستای عزیز اگر کدام چیزی گفته باشیم شما هم به بزرگواریتان میبخشین به خاطر که میخواستم آیلین جان جدی بسازم مگم آیلین در حقیقت دختر نیست واقعا دختر گل است من دوستش دارم و همیشه بهش احترام دارم فقط ما و هیجان خواستیم که صبر و حوصله‌اش ببینیم بیخی حوصله میگی خراب کرد دیگه که خود دروغ میگه بیخی حوصله خراب کرد خب خفه نشده باشه آیلین جان نه غزال جان با معذرت که یک چند قرنجان دارم خواستم که دوستا هم بشناسن ببینن که چقدر با صبر و حوصله هستم هرچی میگم میفتم گریان کنم مگم خنده میکرد فکر میکنم ما شوخی میکنیم در شما حقیقت دقت زندگی قدر وقت شد من قدر وقت بود
حداقل من ام چریکم دفترم آمدم گفتم چرا چریتی قسم گرفتی من قسم چریت اصلانش نمیگم. خب خیر، به هر صورت دوستای عزیز، خدا کنه شما هم خفا و آزرده نشده باشین. تشکر از همکاری هیجان و آیلین جان، واقعا که صبر و حوصله زیاد است. اگر من میبودم ایارات یک موی کنک میکردم آنقدر سلیکاری میکردمش که به حد. ما هم دیگه دوستای عزیز اینمو تو موی کنکش میکردم. خب نو بخنه غواړم او ډیره مننه چې تر دې دمه مونږ سره وئ. هیله ده زموږ د خپرونې څخه به مو څه خوند اخیستی. تاسو وځوروئ، خپل ملګري وځوروئ او د خپل ملګرتیا نه خوند واخلئ. بالکل. هر جا که هستین خوش و خندان باشین و چینل همچنان سابسکرایب کنین. بگوین که برنامه دیگه ما چی باشه، درباره چی، در مورد چی شما کمک نظر بدین. ان شاء الله قسم یک برنامه به شما ریکارد میکنیم. خداحافظ.